به نام خدا، دکتر سرداری هستم، روانشناس و روان درمانگر. بر اساس خواسته های مخاطبینمون از مراجعین کلینیک و دانشجوامون، برای اینکه تنوع ایجاد بشه، تو این ویدیو میخوام در خصوص اثرات معجزه آسای 6 مین در تربیت فرزندان صحبت بکنم. ببینید دوستان، کسایی که ما را به دنیا آوردن هدفهای تربیتی رو خوب نمیدونن، یا اینجوری بگم بهتره، میزبانهای مناسبی برای ما نیستن. اونا فقط در هدفهای تربیتی رو تو چشم گفتن به فرزندان خلاصه میکنن، در حالی که از نظر علم روانشناسی تربیت 3 هدف داره: توانایی، سازگاری و مسئولیت پذیری. ببینیم حالا تو بحث توانایی موضوع چیه. تو بحث توانایی ما میگیم آقا اگه ما بتونیم مشکلات عادی زندگیمون رو حل کنیم، دلیلی نداره الکل بنوشیم، معتاد بشیم، طلاق بدیم، نزاع بکنیم، خودکشی بکنیم، آدم بکشیم و غیره. خب والدین ما با توجه به اینکه این موارد رو نمیدونن، یعنی نتونستن الگوی مناسبی برای ما باشن. خب اما اگر اینا رو به ما یاد بدن، 3 عنصر ایمنی، نشاط و امیدواری به ما یاد بدن و برای ما الگوی خوبی باشن، ما اون موقع میتونیم از پس مشکلاتمون بر بیاییم. اما وقتی والدین ما بر سر انحصار وراثت قطع رابطه میکنن، یا آقا و خانمی که رابطه عاشقانه ندارن، خب به فرزندش چی رو یاد میده؟ یاد میده که همچین رابطه امکان پذیر نیست. مثلا مادری که از سوسک میترسه و جیغ میکشه، خب اما مادری که برفرض مثلا تا سوسکو میبینه اسپری ور میداره و میزنه، خب اون موقع بچه‌م یاد میگیره که یه مشکلی راه حلی رو داره. خب بریم بپردازیم به دومین عنصر تربیت، سازگاری. ببینید دوستان، کسی که دنبال قهر و دعوا و حل مسئله با خشونت نیست، انسان سازگاریه. انسان سازگار کسی است که اول سلام میکنه، اول دستشو دراز میکنه، لبخند میزنه. خب اینجور انسان ها دیگه کارشون به قول معروف به دادگاه و زندان و کلانتر اینجور جا کشیده نمیشه. برای سازگاری ما باید الگوی سازگاری داشته باشیم. اما الان بچهای ما متاسفانه آموزش خشم میبینن، شاهد پرتاب بشقاب و کوبیده شدن در و قهر و اینا، ولی آموزش مهربانی زیاد نمیبینن یا کمتر میبینن. خب بعد در خصوص توهین من باید بگم هرگاه در محیط خانه بزرگترها کوچیک بشن، کوچکترها هرگز بزرگ نمیشن. و در اینجا میخوام به 3مین عنصر تربیت که مسئولیت پذیریه بپردازم. خب ببین، انسان بودن یعنی مسئول بودن. کسی که مسئول نیست انسان نیست. مسئولیت ما باید در برابر خودمون، آیندمون، نسل آیندمون، محیطی که داریم زندگی میکنیم، همینا باید مسئول باشیم. خب بعد اینجوری بگم که آدم زیاده، آدم مسئول کمه. خیلی ها میگن تو کلینیک میگن دکتر تو چقدر میتونی مشکل ما رو حل کنی؟ من بهشون میگم اگر در یک فضای تاریک شما باشید، یه دونه کبریت روشن کنیم، به چجوری میشه؟ خب راهو پیدا میکنیم. من سعی میکنم تو زندگی شما به اونا میگم یه کبریت رو روشن کنم، شاید نتونم یه پروژکتور روشن کنم. ببین دوستان، انسان 4 تا نیاز داره: نیاز زیستی، اجتماعی، فرهنگی و روانی. پدر مادرای ما فقط بیشتر به نیاز زیستی ما فکر میکنن. یعنی چی؟ به قول معروف دیگه، خودمونی بگم، داشته باشه بچم بخوره، شکمش سیر بشه و بپوشه.
در حالی که یک لبخند بدون هزینه این یه نیاز روانیه. مثلا ما میگیم آقا بچت و خانومتو ناراحت میکنیم برای اینکه از دلش در بیاریم، برای مثلا رستوران های آنچنانی گرون شیک، در حالی که نیاز روانی شاید در پارک محلتون بشینید دور هم تنقلاتی داشته باشین، چایی، تخمه‌ای، به قول معروف سنگک داغی، پنیری و بچه‌ها جلوت بازی کنه. این یعنی نیاز روانی. نیاز روانی القاء 6 میم به بچه ها مونه که باتری روانیشون رو شارژ میکنه. خب وقتی این 6 تا میمو بدیم، میم هفتم موفقیت خود به خود سر کلش پیدا میشه. این 6 تا میم چی هست؟ تو مهمی، تو محبوبی، تو مطرحی، تو محترمی، تو میتونی، خب و تو مفیدی. وقتی اینا رو بگیم دیگه میم هفتم خود به خود میاد. ولی وقتی ما با کارامون، با اعمال و کردارمون به قول معروف خواسته ناخواسته دست گل با آب میدیم تو روش‌های تربیتیمون و 7 تا ت رو به بچه میدیم، ته آخر تباهی یقه بچه رو میگیره. مثلا چی هست این ته؟ بر فرض مثال آقا تهمت، توهین، تهدید، تحقیر، تنفر، تبعیض، ترس. وقتی اینا رو میدیم ته هفتم ته تباهی که یقه بچه رو میگیره. همیشه تو این سالها گفتم تو کلینیک برید کارنامه زندگی اونایی که به مدارج بالای شغلی تحصیلی رسیدن مطالعه کنید، ببینید تو کارنامه زندگیشون پر میمه. ولی اونایی که کارشون به دادگاه و پاسگاه و زندان کشیده شده متاسفانه کارنامه زندگیشون پر ت. خب ببینید بسیاری از مشکلات ما زمینش فرهنگی. ببینید دوستان، مغز من ایرانی با مغز یک فرانسوی و یک ژاپنی از لحاظ سخت افزاری یکیه. یعنی هر دو مغزها 7000 میلیارد سلول داره. تفاوت ما در نرم افزاره. نرم افزار دین من، اسلام مذهب من شیعه است. مثلا نرم افزار دین یک ژاپنی یا فرانسوی بر فرض مثال مسیحیت و ارتدوکسه. خب پس از لحاظ سخت افزاری یکی. چرا اونا تو خیلی چیزها از ما جلوترن؟ به دلیل استفاده درست از نرم افزارهاشون. خب در حالی که ببین ما یاد گرفتیم، ما ایرانی‌ها عمل عکس العمل، از قدیم گفتن رفت و آمد، این همون عمل عکس العمل یا کنش واکنش. خب در حالی که واژه جدیدی که اونا تو روانشناسی اومده به کار میبرن فراکنشه. یعنی ما یاد گرفتیم آقا فلانی عروسی خواهرش دعوتت نکرد، دور از اون کور خونده، تو هم دعوتش نکن. ما فرهنگ متاسفانه این شد. ولی فراکنش اینو میگه فلانی عروسی خواهرش دعوتت نکرد، تو با اصرار دعوت کن. یعنی اگر ما یاد بگیریم به جای اینکه در مقابل کنش واکنش نشون بدیم، فراکنش نشون بدیم، اون موقع خیلی از مشکلاتمون تو جامعه و خانواده حل میشه. پس اینجا لازم دونستم برای که تنوعی بشه در ویدیوهامون، چون چندین ویدیو هست که فقط به درمان افسردگی می‌پردازیم، بر اساس خواستهای مخاطبینمون به اثرات معجزه آسای 6 میم در تربیت فرزندان بپردازم. امیدوارم ویدیو برای همراهان کانال مثمر و ثمر واقع بشه. بازم در آخر از دوستان میخوام که کانال ما رو دنبال کنن، به دوستان خودشون معرفی کنن، چون هر چقدر بیشتر ویدیوها و کانال دیده بشه هستن کسانی که واقعیتی محض که هزینه‌های مشاورهای سنگین رو ندارن، میتونن ازش استفاده بکنن. ما همینا رو تو مطلب ارائه میکنیم، یعنی تو مطلب یه چیز خارق العاده ارائه نمیکنیم، همینجور موارد استفاده کنن و انشالله خیر و برکتش به زندگی دوستان بیاد. و شعار همیشگی ما دانایی رمز توانایی. موفق و پیروز باشید.